در کنار باغ‌ها لبخند میزد. نصیبین مرکز فرمانداری آنکارا، پای تخت سلطانی، چشمم به یک دختر جوان و زیباست. بیمارم و در بستر افتاده هم، تابور خالا رفتم بعد به حلب، به یونان رسیدم و در برابر مقامات حاضر شدم. اوراقم به هم بسته شده بود، مرا به استانبول فرستادن. آنجا بیمارستانی بود، دکتری شریف مرا معاینه کرد و گفت ای بیچاره ای فقیر، درد تو عمیق و شدید است، هیچ درمانی نداری جز نزد خداوند. فقیر درد تو عمیق و شدید است، هیچ درمانی نداری. با منطق مرزی رفتم، از ملاحمت گفتن مردیم و من در دل رامی فهمید و در قرآن جستجو کرد. صفحه به صفحه تا آیات ایمان رسید، گفت ای بیچاره ای فقیر درد تو عمیق و شدید است. سبسه به مسجد رفتم، کتاب مقدس را باز کردم. آنچه در کتاب آمده بود این بود، نوفا درمان تو است، نوفا نوفا نوفای من. نوفای من، آیا تازه تو را پیدا کردم؟ نوفای من، دختری که خدا رها کرده، اطراف سینهات بهشت است. خدا آن مردی را که تو را به دست آورد نابود خواند. نوفای من، بامی شلو در باد باز است. نوفای من، از آنجا امری دیده می شدند. نوفا تو بسیار باز